سلام، در فراخبر امشب در این باره بحث خواهیم کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگوهای این کشور را با طالبان متوقف ساخت. دونالد ترامپ در صفحه توییترش نگاشته است که این گفتگوها به علت حمله اخیر طالبان در کابل متوقف شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که قرار بود روز یکشنبه همین هفته با رهبران بلندپایه طالبان و اشرف غنی به گونه جداگانه در تفریحگاه کمپ دیوید دیدارهای داشته باشد، اما و این دیدار را ملغا کرده. یک سرباز خب بهانه است. مطمئنا در سیاست همیست که یک مسئله را بهانه میگیریم، اما موضوع در جای دیگه است. مسئله است که واقعا مسئله صلح افغانستان و موضوع تعامل امریکا با افغانستان با طالبان واقعا این موضوع کلانتر است. در همین حال طالبان میگویند که گفتگوهای آنان با زلمه خلیلزاد به گونه درست به پیش میرفتند و حتی 23 ماه سپتامبر برای آغاز مذاکرات میان افغانان تاریخ تعیین شده بود. این گروه در اعلامیه هشدار داده تا هنگامی که نیروهای خارجی به گونه کامل از افغانستان بیرون نشوند، جنگ طالبان ادامه خواهد یافت. مهمانانم در این برنامه آقای ادریس رحمانی، آگاه مسائل سیاسی در استودیو، و آقای ملک ستیز، پژوهشگر روابط بین الملل از دبی با ما خواهند بود. آقای رحمانی خوش آمدین. نخست با شما میخوایم آغاز بکنم. درباره توییت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بیشتر استوار بر پالیسی است و یا چیزی که بیشتر مطرح هست درباره آقای ترامپ دیدگاه ها؟ عاطفه. نه، هیچ کدام از این نمیشه بگویم چنین است، به خاطر که یکی که سوشال میدیا یا تمام رسانه اجتماعی که است در مجموع از نظر پالیسی و از نظر رسمیت نداره. اگر می داشتن آقای ترامپ رئیس جمهور اجازه نمی داشت استفاده بکنه. دومی که عاطفه هم نمیتونه باشه، یک چیز در وسط است. آقای ترامپ به احتمال اغلب با نوشتن توییت امی پینگ پونگ را که طالبان شروع کردن امرای امریکایی ها تقریبا بعد از دور هشتم، تقریبا یکی از شات هایی که اونا بعد از اینکه اونا حمله کردن در کابل یا امی توییت گذاشتن، ولی گذشتهش اگر ببینین و همچنان نبض امین مذاکرات اگر ببینین، این بسیار معمول و بسیار نرمال است. در آغاز تا دور هشت به احتمال اغلب به اکثر مسائل توافق کردن. در دور دوم یکی دو مسئله نهایی را هر دو طرف کوشش میکنن که با غافلگیر کردن طرف مقابل کمک امتیاز بیشتر بگیرن. من فکر میکنم اولین کار از طالبان شروع شد. گفتن که با وجودی که کنار آمده بودن، گفتن که خب ما تا که نیروهای امریکایی نمره احتمال جنگ بس نمیکنیم. در مقابلش آقای ترامپ رفت گفت که ما اساسا برآمده نیستیم، 8600 عسکر میمونه و بعد از طالبان شروع کردن به حمله در دو سه ولایت به زدن یک امریکایی در کابل و هم آقای ترامپ به راوند خودش آمد گفت که خب در صورت هیچ صحبت دیگه نمیکنیم. ولی هر دو طرف میدونن که دارن پینگ پونگ بازی میکنن و به احتمال اغلب چیزی که ما میتونیم انتظار داشته باشیم حداقل در 2 یا 3 روز آینده این است که طالبان یکی از این دو گزینه را باید بپذیرن یا پیش ببرن. یکی که یک حمله بزرگتر بکنن که اگر بتونن امریکایی ها را متوجه بسازن که ما جدی‌تر هستیم، یا ای که برشان اول بدن که خب ما خیلی کنار میایم. فراتر از زمین نمیشه چیزی ازش استنباط کرد. تشکر. آقای ستیز هم با ما هستن. خوش آمدین آقای ستیز. بحث را که با آقای رحمانی در میان گذاشتم، شما گذرا دیدتان را دربارش بگوین. این توییت چقدر بر بنیاد راهکار و پالیسی است و یا هم عاطفه هم دخیل است در این کار؟ بحث اصلی کل روند به خاطر کشته شدن یک سرباز امریکایی در حمله پنجشنبه اخیر در کابل متوقف شده. دلیل همین است. سلام بر شما. من فکر میکنم در اینجا دو نارضایتی بسیار مهم سبب همچون یک واکنش بسیار جدی آقای ترامپ شده. اول در سیاست داخلی ایالات متحده امریکا این روند دچار یک سلسله مخالفت هایی بود و برخی از اعضای کانگرس در این زمینه بسیار تشویش خود ابراز کردن. سوی هم وزیر خارجه آقای پامپیو و جان بالتون در این زمینه دشواری های داشت برای این روند. سوی هم دیروز وزارت دفاع امریکا هم یک واکنش نشان داد که نشانگر این است که
روند صلح و مذاکرات در یک تفاهم و هماهنگی کامل به پیش نمیره از طرف سیاستمداران داخلی ایالات متحده امریکا و سبب این عنصر شده. نکته دومی است که من فکر میکنم که آقای ترامپ نه از آقای غنی، نه از طالبان و نه هم از روند صلح به رهبری آقای خلیلزاد رضایت داره. نبود این نارضایتی قبل از همه ضعف بسیار کلان داخل حکومت افغانستان که نتوانست یک پارتنرشیپ استراتژیک خود را با آقای ترامپ هماهنگ بسازد از یک سو، از سوی دیگر آقای خلیلزاد نتوانست که افغانها را در این روند به گونه جدی شامل بسازه و سمت دیگر طالبان هم مثل که آقای رحمانی گفتن دست به یک سلسله عملیات های زدن که سبب خشم آقای ترامپ شد. بنابراین جوانب داخلی قضیه مطرح است که سوی خود سیاستمداران ایالات متحده امریکا سبب این هم چک مسئله شد و هم جوانب بیرونی از او که سیاستمداران افغانستان، طالبان و نقش آقای خلیلزاد شامل است. آقای ستیز در بحث آقای خلیلزاد، یعنی می نشان میده که ایالات متحده امریکا در انتخاب چهره ها برای پیشبرد سیاست هایشان دچار اشتباه شدن. واقعیت این است که مثل که آمریکایی ها مطرح میکنند، برخی سیاستگزارانشان به این باور هستند که خلیلزاد همان هژمونی یا به قول خود آمریکایی ها امو صلابت استراتژیک ایالات متحده امریکا را نتوانست بر طالبا بقبولاند، تحمیل بکنه. آقای خلیلزاد نتوانست که یک هماهنگی غرب را به صورت کل در نگاه اروپایی ها به تصویر بکشانه. شما میدانید که در اروپا مخالفت های وجود داره پیرامون روند صلح در افغانستان، مبحث انتخابات و روند دموکراسی و حقوق بشر. از سوی دیگر آقای خلیلزاد نتوانست که جایگاه منطقه‌ای خود را به ویژه در هند، پاکستان، ایران و روسیه برجسته بسازه. حتی به آقای خلیلزاد به عنوان یک شهروندی که نمیتونه ممثل اراده استراتژی آمریکا باشه نگاه میشه. تشکر. آقای رحمانی، به حال به بحث دیگی به مطرح هست. با یک توییت کل یک روند با این بزرگی و هیاهوش متوقف است. در این روند جایگاه شهروندان افغانستان، حکومت افغانستان و در کل افغانستان در کجاست؟ ببین، ما زیاد تشویق میکنم همه گیره که به این مسئله از این دید نگاه نکنیم. این کم اشتباه است و بسیار مصداق ساده ازی. اگر شما برین توییت های آقای ترامپ ببینید، در امریکا تقریبا از او یک مشغله بسیار کلان جور شده به خاطر اینکه بسیار زد و نقیص توییت میکنه میشه. ولی در این زمان وقت برخوردش با کره شمالی میبینین، همین پروسه چانه‌زنیش، وقتی با ایران میبینین، وقتی که با روس ها میبینین، با سوریه میبینین، با جرمن ها میبینین، یک پترن بسیار درست درش میتونین بیافین که آقای ترامپ معمولا یک بازیگر بسیار ماهر بر معامله است و خودش هم پیوستن میگه بهترین چیزی را که ما در منیس یک رئیس جمهور منیس یک مهارت آوردیم در قصر سفید که دیگر رئیس جمهور نداشت، این است که ما در خود امی فن معامله کردن کمی دست بلند دارم. آنچه انجام میده از نظر فن معامله بسیار زیاد منطقی است. ما فکر نمی کنم که اگر قرار باشه که تصور کنیم که آقای ترامپ یا رئیس جمهوری امریکا یا تمام ساختار سیاسی نظامی امریکا میاین یک روند را که برای 2 سال 3 سال صحبت میکنن با یک توییت همه چیز اصول میندازن، یکم به دور از منطق است، امکان نداره که شود. ولی بسیار چیز عمده ای است که پیام بسیار جدی است که برای طالب ها بسیار به شکل بسیار جدیش میگن که اگر شما میخواین پینگ پونگ بازی کنین، از شما که قوی‌تر بازی میکنین. لیکن در غیر از او اگر میخواین بریم با چیزی که قبول کردیم، هر دو طرف موافقت کردیم، بیاین که بریم همیشه. پیام اصلیش می است. ولی شیوهی که مطرح میشه اینه. ما فکر میکنم تا حد بسیار زیاد رک و راست هم گفتن خب ما میخواستیم برایتون ببینیم قرار چیز نمایش شد، ولی شما شروع کردین به بازی، حالا ما قرار است. تشکر. برمیگردم و ادامه فراخبر تا چند لحظه دیگر. ادامه فراخبر. آقای ستیز، میخوایم که به دید شما را داشته باشم. سفر رئیس جمهور غنی و طالبان به ایالات متحده آمریکا و
دیدار اینها در کمپ دویت. چه چیز احتمالاً در برنامه بوده؟ چه اتفاق در راه بوده اگر این دیدار انجام میشد و سفرها انجام میشدن؟ خب چنانه که آقای خلیلزاد در مصاحبه با شما مطرح کردن که خب توافق در جریان بود که باید این توافق صورت می گرفت و آقای ترامپ حرف نهایی را در توافقنامه خود با طالبان در میان می گذاشت. این یکی از عناصر بسیار مهم این بحث ها بود. اما شما فراموش نکنید که قضیه افغانستان بسیار گسترده تر از قرارداد بین طالبان و ایالات متحده امریکا است. در منطقه ما میدانند که بازیگران بسیار مهم دیگری وجود دارند و ایالات متحده امریکا در این مذاکرات میخواست که با جانب افغانستان و طالبان مسئله آینده حضور ایالات متحده امریکا در منطقه، منابع و منافع خود را در منطقه و همچنان روابط خود را با دولت‌های همسایه با این گروه ها مطرح میکرد، چون اینها بازیگران اصلی برنامه‌های آینده ایالات متحده امریکا در افغانستان خواهند بود. اما این اتفاق نیفتاد. به باور ما وقتی این حادثه اتفاق نیفتاد معنایش این نیست که همه روند مورد پرسش قرار گرفت. در میان نارضایتی‌های وجود دارد که این ناشی از یک سری تاکتیک هایی است که در استراتژی ها بازی میشن و این تاکتیک ها در مقطع زمانی همیشه تغییر میکنند، اما استراتژی و هدف اساسی ایالات متحده امریکا به باور من ایجاد یک سلسله تحولات در استراتژی کلان خود پیرامون افغانستان است و این استراتژی به نهایت برای ایالات متحده امریکا گران تمام شده و به صورت کل نیاز به یک بازنگری عمیق دارد. این سبب است که آمریکایی ها این روند را ادامه خواهند داد، ولی با یک سلسله تغییرات و ریفرم ها. و ما به این باور هستم که توییت اخیر آقای ترامپ نشانگر همین واقعیت است. تشکر. آقای رحمانی، اگر دیدار کمپ دویت اتفاق می افتاد ظاهراً یک قدم به رسیدن به صلح باقی مانده بود. من فکر میکنم چیزی را که احتمالاً امریکا میخواستن انجام بدن در کمپ دیوید، معمولاً اگه گذشته کمپ دیوید رو ببینین و بسیار اتفاقات دیگه بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها صورت گرفت یا اکثر توافقات دیگه دوجه تحت یک فشار بسیار جدی که در اون مقطع آدم قرار میگیره، تمام طرفای درگیر مجبور میشوند چون زیر کمره تمام دنیا هستن و در این زمان هر طرف زیاد متاثر از این باشه که نشه روابط با آمریکا مکمل بر هم بخوره، مجبور میشن یک مقدار زیاد از توافقنامه را در آخرین نسخه که پیششان مانده میشه هر چیزی که از بپذیرن. قرار بود یک چیز شد. من فکر میکنم طالبا کمک کسایی که برشان کمک میکنن یا برشان مشاوره میدن، اونا احتمال متوجه گپ شده بودن، گفتن که اگر اینجا برین احتمالا شما با یک چیزی روبرو میشین که ناچار هستین امضا بکنین و اگر امضا کنین یک چیز از دست میدین. شاید به می دلیل نخواستن، ولی در این زمان امریکایی هم میدانند که در نهایت اگر قرار باشه که طالب ها به عوض از این که وقتی نمیپذیرن صحبت بیشتر بکنن میرن به حملات دست میزنن، خصوصا کشتن نظامی امریکا، یک کمک جواب بسیار زیاد جدیتر از او بود که مثلا در میز مذاکره میتونستن به شکل مذاکره بدن. از او خاطر من فهمیدم آقای ترامپ به ناچار رفتن ایره یک لول دیگه بالا بردن که اساسا گپ نمیذاریم، شما را ممنوع الخروج اعلان میکنیم، که بجز از اینکه بگن که فشار بیشتر از آنچه طالبان میخواستن برن آوردن دیگه چیز نمیشه توجیه کنن. ولی اگر سوالی است که اگر کمپ دیوید نشد آلترناتیو ما چی است؟ من فکر میکنم یکی از سوالات بسیار عمده می است که هم امریکایی ها میفهمن که باید طالبان را فشار بدیم، هم طالبان میفهمن امریکا را فشار بدیم که اگر قرار باشه پیش از انتخابات صورت، هر دو طرف میفهمن که پیش از انتخابات صورت بگیره به نفعشون است، به خاطر انتخابات و آمدن حکومت دیگر این روند بسیار زیاد به چالش روبرو میکنه، به خاطر 4 سال 5 سال دیگه حتی اگر طالب ها کنارم بیان حداقل یکی از چیزایی که میخوان قدرت از به دست آورده نمیدونن. از خاطر من فکر میکنم اگر دو طرف کوشش دارن با استفاده از فرصت کم فشار بدن، کم دیوید یکی از وسایل فشار بود که احتمالاً طالبان بسیار با زیرکی مخصوص ازش گریختن. آقای رحمانی، به یک پرسش را مطرح کرده آقای ترامپ، گفته که آیا طالبا آماده هستند که بر چند دهه دیگه بجنگند؟
چی معنی؟ خب زبان مو چانزنی است. یعنی او حرف و حرفی که گفتن که ما همراه 8000 عسکر میمونیم 8600 و اگر احساس خطر کنیم اینقدر قواره میریم که هیچ اصلا در تاریخ نظیرش نبوده. هر دوی از این حرفایی است که بر طالب‌ها پیوسته گفته میرن که آلترناتیوتون یا گزینه بدیلتون جنگ است و اگر دو مسیر میرین ما بسیار محکم‌ترم رایتون میجنگم نسبت به رئیس جمهور. ولی اگر میخواین کنار بیاین ما فکر میکنم تفاوت بین آنچه طالب‌ها میخوان امریکایی میخوان در راوند نهم بسیار کم مانده بود. ولی سوال اساسی است که نمو آخرین نقطه را که به اصطلاح بنویس یک شاهین ترازو مانده طالب‌ها کوشش میکنن با فشار آوردن طرف امریکا بگذره پشت کنن اونا میخوان طرف از پشت. تشکر. آقای ستیز برداشت شما از این پرسش که در توییت آقای ترامپ مطرح شده و از طالبا پرسیده شده که آیا طالبا آماده هستند که به چند دهه دیگه بجنگن چه است؟ ببینید برداشت من این است که خب در این میان موضع دولت افغانستان در کوتاه مدت شاید تقویت شود ولی بر دراز مدت دشوار میشه. به این معناست که شما با دو طرفی که در هم با همدیگر شق میکنند به این گونه که حتی دیگر را اخطار میدهند از طریق حملات بسیار خطرناک انتحاری در پایتخت افغانستان و سوی هم آقای ترامپ مطرح میکنه که خب اگر شما آمادگی دارین بر جنگ دراز مدت حتی چندین سال معنایش است که صدای حکومت افغانستان و نقش حکومت افغانستان در این میانه با چالش های بسیار مهم پیشرو است. از این سبب باور من است که دولت مداران افغانستان این رویکرد آقای ترامپ را به عنوان یک عمل خوشباورانه استقبال نکنند، او را به صورت دقیق مطالعه بکنند و موازی خود را پیرامون نقش دولت افغانستان در مذاکرات صلح با استفاده از فرصتی که به دست آمده تقویت کنند. و این در صورت میشه که دولت افغانستان تلاش بکنه که بازیگران بیشتری را به طرفداری خود جلب بکنه در منطقه و در فرامنطقه تا بتوانند دولت افغانستان به عنوان یک بازیگر مهم در این میان نقش بازی بکنه. زمینه سازی این شود که جدال ها و شقی که بین این دو بازیگران مثل آقای ترامپ و طالبان اتفاق افتیده کاهش پیدا کنه. و بسیار کوتاه احتمالاً توییت اخیر آقای ترامپ آغاز یک دشمنی تازه با یک گروه و یا هم با طالبان چون سال 2011 میتونه پنداشته شود. طالبان گفتن که اگر گفتگوها ادامه نیابند آماده جنگ هستند. اگر این پرسش متوجه است بله. من فکر میکنم که این توییت به معنای یک آزمایش بسیار جدی است که با طالبان آدرس شده و طالبان باید بدانند که ایالات متحده امریکا توسط یک شخصیت رهبری میشه که حاضر به تصامیم بسیار جدی است و این تصامیم جدی میتونه قطع مذاکرات باشه، میتونه ادامه جنگ باشه، میتونه ادامه درگیری‌ها گسترده‌تر باشه و حتی میتونه ادامه گسترش نیروهای بیشتر ایالات متحده امریکا در افغانستان تلقی شود. تشکر. رحمانی صاحب بسیار کوتاه اگر کارهای آقای خلیلزاد را حداقل در 10-9 ماه اخیر ارزیابی بکنین چگونه قابل ارزیابی است این توییت پایان عمر فعالیت سیاسی خلیلزاد خواهد بود؟ ما فکر نمیکنم چین است. ما فکر میکنم اگر آقای خلیلزاد قرار می بود که ناکام بانه این مذاکرات به نور نهم نمیرسید. در بسیار دورای 2-3 میتونستی از هم بگسله. ولی در این زمان یک نکته دیگر که ما فکر میکنم بسیار زیاد موفقانه طالب پیش آمدن است که با استفاده از آشنایی که از فرهنگ خود افغانستان دارن و از به زبان خود محلی امرای مناسبت بسیار به سادگی منیس یک دیپلمات کارکشته تانستن که طرف مقابله به قدر کافی درک کنن که تا کدام حد اشتهای جنگ دارن و تا کدام حد علاقه به مذاکره. و من فکر میکنم یک دلیلی که آقای ترامپ میتونه بسیار جدی به این شکل برخورد بکنه این است که به احتمال اغلب از آقای خلیلزاد شنیده که احتمالاً طالبا وقدر زیاد علاقه‌مند رفتن به جنگ نیستن و اگه کم فشارشون بدیم احتمالاً به نتیجه نهایی میرسیم. تشکر. بسیار کوتاه درباره خوبی ها و بدی های که میتونه اثر بر اوضاع افغانستان داشته باشه. البته از این توییت میخوایم از شما بفهمم میتونه خوبی هایی که فهمانده شدن به طالبان که امریکا در هر حالت از افغانستان بیرون نمیشه
باشه و هم شکستن غرور طالبان که در چندین مرحله گفتگوها وجود داشت و عدم تمکین طالبان را بکاهد. من فکر میکنم دقیق و بر علاوه از این دو مسئله که بسیار جدی برشان میاد، یک مسئله بسیار عمده و اساسی دیگه ای است که بر طالب ها کسایی که مشوره میدن احتمالاً برشان میگن که احتمالاً امریکایی ها از زور میترسن و اگر کم فشار بده نفرشون بکشن میرن، ولی چیزی که دوجه غلط محاسبه شده هر کسی که کرده ای است که جمهوری خواه ها بسیار زیاد در زبان زور همیشه به زور صحبت میکنن. در تاریخ سیاست خارجی امریکا که ببینین معمولا نتیجه نداده. از خاطر امیدوارم طالبان رو درک کنن که احتمالاً به این مسیر این نتیجه نمیده. و با این توییت فرصت بیشتر به دست افغان ها افتاد تا بیشتر بحث کنن روی صلح و بس هیچ به نهایت زیاد از او قدم مهمتری که برای دولت و برای کسایی که فعلا در قدرت هستند، خصوصا یک کاندیدا یک زمینی بسیار بهتر مساعد میکنه که اگر بتونن رول کم بهتر بازی بکنن در که در بین امریکایی ها و طالب ها یک امتیاز بیشتر از نتیجه بگیرن. من نمیدونم چقدر اینا از استفاده از امیر خواهد کردن، ولی بسیار یک چانس خوب است به خاطر که هر قدر طالب ها در یک موقف نسبتا ضعیفتر قرار بگیرن، اتوماتیک کسایی که در کابل قدرت میگیرن یکم وضعیت بهتر پیدا میکنن. و برگزاری انتخابات افغانستان قطعی شده با این خلا و یا هم مشکلی که در روند پیش آمده. من فکر میکنم گزینه انتخابات چی هم توافق صورت بگیره نگیره بر جامعه جهانی و بر مردم افغانستان یک گزینه حتمی از ناچار هستن این کار بکنن، به خاطر دیگه آجندایی نیست. شما نمیتونین که این توافق هم صورت نگیره هنوز حکومت هم نداشته باشین، ولی چیزی که بسیار زیاد انتخابات کمک کرده رایستی است که احتمالاً یک فشار اضافگی بالای پروسه آورده و خدا کنه که نتیجه بده. من تقریبا مطمئن هستم که نتیجه میده، ببینیم که چطور میشه. تشکر. و ستیسب یکی از بدیهای این توییت که میشه مسئله و یا هم بعض در افغانستان متاثر بسازه، بحث صلح و گفتگوها بر هر دو طرف ایالات متحده آمریکا و طالبان یک بحث حیثیتی شده. حال متوقف شدن این روند خودکار افزایش خشونت ها را در افغانستان به همراه خواهد شد. واقعیت این است که اگر پیشنهاد میکنم این است که دولت افغانستان باید از این فرصت استفاده بسیار خوبی بکنه، از یک سمت تلاش بکنه که آمادگی بسیار دقیق برای عملیات های بسیار گسترده‌ای که علیه دولت راه اندازی خواهد شد داشته باشه و سمت دیگر یک دیپلماسی فعال را در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان راه اندازی بکنه. احزاب سیاسی اپوزیسیون رسمی افغانستان باید برای انسجام بیشتر دور یک چتر واحد برای دادخواهی مردم افغانستان برای صلح از این فرصت استفاده بکنن. دولت از لجبازی کنار بره، رهبران سیاسی با استفاده از انتخابات تلاش نکنن که ذهنیت قومی بین المللی را تخریج بکنن، برعکس تلاش بکنن چتر واحد را برای حمایت آینده افغانستان از صلح فراهم بسازند. تشکر آقای ستیز، پژوهشگر روابط بین الملل و آقای رحمانی آگاه مسائل سیاسی از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از بیننده های ارجمند که برنامه ما را دنبال کردند.